مرکز مطبوعات وزارت کورهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگاور در راه دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه ماشینگرد بین ولایت سوق و مرکز کشور خبر داد. بنا به این منبع شب 2 فوریه سال 2022 تخمیناً ساعت 00:10 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه گزل قهرمان علیشیرویچ سال تولدش 1984 ساکن پایتخت هنگام حرکت در شورای دوشنبه چنوق از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد عثمانزاده منوچهر سال تولدش 1981 ساکن ناحیه جبور رسولوف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد عثمانزاده جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بنا به آمار رسمی وزارت کورهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. 10 نفر از قربانیان صدمه های نقلیاتی پیادهگردان یا دوچرخه‌ران‌هایند که زیر چرخ ماشین‌های سبکرو و بارکش جان می‌دهند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه، همچنین راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگاور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شوند. وقت‌های آخر استفاده تلفن‌های موبیلی و دیگر وسایل الکترونی هنگام راندن ماشین به یک عامل دیگر صدمه‌زا تبدیل یافته است. در فصل زمستان خطر صدمه‌ها در راه‌ها باز هم بیشتر می‌شود.